مهاجرت به ترکیه دیگه کم کم داره غیر ممکن میشه. پس اگه میخواید به اینجا مهاجرت کنید حتما این ویدیو رو نگاه کنید. سلام ارادت، برعکس یوتیوب امیر هستم از استانبول. امیدوارم هر جای دنیا هستید حال دلتون خوب باشه. بچه‌ها امروز میخوام در مورد غیر ممکن شدن مهاجرت به ترکیه صحبت کنیم و میخوام بهتون بگم که چرا دیگه کم کم اومدن به اینجا داره تبدیل میشه به امر غیر ممکن. حرکاتی که دولت ترکیه زده واسه این موضوع که مهاجرت رو کم کنه رو بهتون بگم از 2 سال پیش شروع میشه. پس این ویدیو خیلی مهمه واسه کسایی که میخوان بیان اینجا مهاجرت کنن. دیگه نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم، بریم سر داستان ویدیو. بچه‌ها میخوام از 2 سال پیش شروع کنم که چی شد که دولت ترکیه استارت زد واسه داستان این کم کردن مهاجرا. تقریبا اگه بدونید 2 سال پیش استارت تورم ترکیه تو همین موقعای سال خورد و اول سال 2022 یا 2021 بود. میتونیم بگیم ترکیه قبلا چجوری اقامت میداد؟ شما میمدید اینجا یه خونه اجاره میکردی، میرفتی اداره مهاجرت درخواست اقامت توریستی میدادی. بعد از اون مدت که یه ذره تورم اومد تو ترکیه، اینا اومدن چیکار کردن؟ بزرگترین حرکت ضد مهاجرتی رو انجام دادن و اومدن کلا کاتگوری اقامت توریستی رو پاک کردن. یعنی چیزی دیگه به نام اقامت توریستی وجود نداشت. فقط کسایی که از گذشته داشتن رو تمدید میکردن، ولی خب دیگه کلا کسایی که جدید میومدن راهی واسه گرفتن اقامت توریستی نداشتن، چون کلا گفتم کاتگوریش به کلی پاک شد. و خب تمام کسایی هم که میخواستن بیان بعد از اون میخواستن بیان همینجوری تو ترکیه بمونن، حالا غیر قانونی کار کنن و از اینجا استفاده کنن، اکثرا میرفتن دانشگاه ثبت نام میکردن. و این شد بزرگترین حرکت ضد مهاجرتی که خب خیلی رسانه‌ای شد و گفتن آقا ترکیه دیگه نمیده، دیگه ترکیه هیچ کس راحت نمیتونست بره با اجاره کردن یه خونه. دیگه از این بعد کسی می‌خواست بیاد ترکیه بعد میومد 2-3 هزار دلار دانشگاه ثبت نام می‌کرد که واقعا خب شاید بهتون میگم 50-60% اون حجم مهاجرایی که داشتن میومدن کمتر شدن. حرکت بعدی که دولت ترکیه من انجام داد اومدش یک سری از محله‌های داخل استانبول و محله‌های ممنوعه اسم گذاشتشون که خارجی نمیتونستن اونجا زندگی کنن و خب اونجا اقامت بهش تعلق نمیگرفت و کم کم داشتیم اینو احساس می‌کردیم که آقا دولت ترکیه که عاشق مهاجرا بود که میگفت بیاید اینجا کشور منه، بیاید اینجا استفاده کنید، الان دیگه کم کم داره سخت میکنه داستانو. استارتش تقریبا همونجا بود که زمزمه‌هاش هم همه میشنیدن این حرفا رو. اومد این مناطق رو اعلام کرد که اکثرشون هم تو قسمت اروپایی بودن، مناطقی که خب خیلی خارجی داشتن و گفتن اینجا دیگه خارجی نمیتونه بیاد. یعنی میتونه بیاد ولی خب اگه بخواد مدارک خونه‌شو به اداره مهاجرت نشون بده دیگه بهش اقامت نمیدن. یا مثلا شما بخوای با خرید خونه اینجا خونه بخری بهت اقامت نمیدن. حرکت بعدی که دولت ترکیه زد چی بود؟ خب شما قبلا اگه تو ایران مثلا مثلا فقط ایرانی‌ها رو مثال بزنم، اگه یه خونه معمولی داشتی دیگه کمترین تو خونه ایران فکر می‌کنم 3 میلیارد 4 میلیارد باشه دیگه. تو تهران حالا شهرستان من در جریان نیستم، میومد خونه‌شو میفروخت میشد 75000 دلار و منم گفتم 75000 دلار پول خونه هر کی. یعنی شما خونه‌تو تو ایران بفروشی میتونی با 75000 دلار تو استانبول یه خونه بخری. حالا خونه در و داغونی میشه خرید الان، ولی خب اقامت بهت میدادن. این 75000 دلار رو اومد کرد چقدر؟ 200000 دلار. یعنی از فرض کنید 3 میلیارد خورده‌ای اومد کردش 10 میلیارد. تقریبا میتونیم بگیم 250% کشید روش که اصلا خیلی زیاد بود. با این روش هم تقریبا جلوی 50 60 70% از کسایی که می‌خواستن بیان اینجا خونه بخرن و اقامت بگیرن گرفت که دیگه اونا مجبور شدن مهاجرتشون رو کنسل کنن. چرا که مردم ترکیه میگفتن خارجی‌ها که میان اینجا خونه میخرن تو بازار تورم میارن و اینجور داستانا که خب حالا من کارشناسش نیستم نمیتونم بگم اینو درسته یا نه. ولی خب پاسپورت ترکیه 400000 دلار بود، هنوز پاسپورت و قیمتش رو عوض نکردن، ولی من حدس میزنم تو همین مدت‌ها بیان قیمت پاسپورت هم عوض کنن، از 400000 دلار ببرن تو 600-650 دلار. اینم اون حرکتی بود که بعد از همه اینا اومدن انجام دادن که من یه ویدیو براش ساختم، میتونید برید ویدیوشو ببینید که توضیح دادم که آیا این کار درستی بود تو دولت ترکیه انجام داد یا نه. حالا حرکاتی که بعد این داستانو زد که سرش تقریبا میخوره به الان چی بود؟ اول ویدیو گفتم بهتون اولین حرکتی که دولت ترکیه انجام داد لغو اقامت توریستی بود و خب کسایی که می‌خواستن بیان ترکیه مجبور بودن چیکار کنن؟ بیان دانشگاه ثبت نام کنن. این دانشگاه ثبت نام کردن مستلزم میشد که آقا ویزای دانشجویی بگیرن. درسته باید یه پولی میدادن ولی خب تو خرجاتون هم شما خیلی صرفه‌جویی می‌کنید اگه دانشجو باشید. شما پول یک سال مترو رفت آمدتون تقسیم بر 3 بشه، خب خیلی خوبه. مثلا شما شاید در سال 10-12000 لیر پول رفت آمد بدید اینجا، ولی خب میشه 4000 5-6000 اینجا صرفه‌جویی کردید. تو خیلی از داستانا برای شما ارزان‌تر حساب میشه این اقامت دانشجویی. خیلی از موزه، خیلی از جای تفریح میتونید ارزان‌تر برید، خیلی از رستوران‌ها میتونید ارزان‌تر استفاده کنید. و خب به صورت کلی هم میگفتن آقا اشکال نداره، حالا ما 1500-2000 دلار میدیم، از این شرایط اقامت دانشجویی هم استفاده میکنیم، اقامتمون هم میگیریم. حالا دولت ترکیه میاد چیکار میکنه؟ میاد قانونو میذاره، بازخورد اون اتفاقو میبینه و با توجه به بازخورد بعد از قانون میاد قانون جدید وضع میکنه که این داستان هر روز هم داره اتفاق میفته. این که اینجوری شد دید خب طرف مثلا 48 سالشه، 50 سالشه، 52 سالشه، پا شده اومده داره کاردانی میخونه، داره فوق دیپلم میخونه و گفت آها پس این نمیشه، من همچین آدمی که الکی اومده اینجا داره درس بخونه نمیخوام. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت شماهایی که میخواید اینجا درس بخونید اگر متولدین 1990
به پایین باشید، یعنی 1990 تا مثلا 2003 4 حالا بقیه‌اش که دانشگاه نمیاد، شما میتونید واسه لیسانس کاردانی اقدام کنید. ولی اگر 1990 به بالا باشید، یعنی مثلا بیشتر از 30 خورده سالتون باشه، شما دیگه نمیتونید بیاید اینجا تحصیل کنید واسه مقطع کارشناسی. شما باید بری واسه کارشناسی ارشد یا همون مستر اقدام کنی، واسه فوق لیسانس اقدام کنی درس خوندن تا من بهت بیام اقامت بدن. که خب با این حرکت هم یه تیر خلاص به سمت خیلی‌ها زد که خب واقعا خیلی‌ها نمیتونستن بیان اینجا. حالا با روش‌های جاده خاکی و اینجور داستانا و پارتی بازی و مدرک جور کردن و اینا بعضی‌ها تونستن این حرکت رو بزنن. خب چون واقعا خیلی هستن که خب بیشتر از 35 6 سالشونه ولی خب لیسانس ندارن یا مثلا شرایطی ندارن که برن واسه فوق لیسانس درس بخونن. اومد اینو نگاه کردید خب یه روند مثبتی داره اتفاق میفته، داره تعداد مهاجرین کمتر میشه، اون سن بالاها دیگه نمیتونن بیان اینجا درس بخونن. اومد حرکت بعدی که زد که میتونیم بگیم این حرکت ترکشش به همه خورد، این بود که خب بچه‌ها میمدن اینجا دانشگاه ثبت نام می‌کردن، حالا از هر کشوری، بیشترم از ایران، اکثرا کار ایرانی است. دانشگاه رو ثبت نام می‌کردن مثل اون اقامت توریستی، حالا دانشگاه رو یا ول می‌کردن، اکثرا هم تو دوره حاضرلیک بودن. دوره حاضرلیک اون دوره‌ای که شما میری زبان ترکی می‌خونی، حالا اکثرا 2 سال 1 سال میمدن اونجا ثبت نام می‌کردن، کلا کلاس رو ول می‌کردن و میرفتن دانشگاه، یه نامه اورنج بلگسی که همون برگه دانشجو می‌گرفتن، میدادن به اداره مهاجرت و اقامتشون رو تمدید می‌کردن، اقامت می‌گرفتن. خیلی راحت بود. حالا اداره مهاجرت اینو فهمید، 2 3 ماه 4 ماه 5 ماه وقتی میان این کلک‌ها رو میزنن، اداره مهاجرت دولت ترکیه میفهمه و میاد یه عملکردی رو این پیاده میکنه. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت خب شما از این به بعد روزی که میخوای مدارک تمدیدی تو برای من بیاری که اقامت رو تمدید کنم، باید ریزنمرات هم بیاری. صرف تا سر نمره‌ای که گرفتی، صرف تا سر روزایی که رفتی نیومدی و اداره مهاجرت میاد چک میکنه که آیا شما واقعا اینجا دانشجوی حقیقی یا دانشجوی الکی. اگه دانشجوی الکی باشی ریجکتت میکنه، اقامت دیگه بهت نمیده. این موضوع باعث میشه که خیلی‌ها مجبورن برن دانشگاه. یعنی شما اگه واقعا هم نخوای اینجا درس بخونی، باید بری دانشگاه که اقامت بگیری. اگه نمیخوای درس بخونی، برو $200,000 خونه بخر. اگه نمیارزه $200,000 پول اقامت، برو $400,000 پاسپورت بگیر. الان شما چند تا راه محدود واسه مهاجرت کردن به ترکیه داری. یک، اینکه بیا بری دانشگاه ثبت نام کنی، واقعا درس بخونی، دانشجوی فعالی باشی و برگه ترانسکریپت که اداره مهاجرت به شما میگه ببری براشون نشون بدی. ترانسکریپت میشه اون ریزنمرات دانشگاه که خب 80% بچه‌ها میخوان. اگه ببینن خب شما 3 سال داری زبان میخونی، 2 سال داری زبان میخونی، اون برگه رو ازت میخوام. ولی خب اگه رفته باشی سر کلاس اصلی دانشگاه، سعی میکنن ازت نخوان. کلاس اصلی یعنی خب داری درس میخونی، واقعا دیگه آموزش زبان نیست. خب یکیشو دانشجویی واقعی، دانشجوی الکی، نه دانشجوی واقعی. شماره 2 اینکه بیا اینجا پناهنده شی که اصلا به هیچ موجود زنده من اینو پیشنهاد نمیکنم، چون واقعا تاش هیچ چیز غیر از بدبختی و افسردگی. واقعا بهتون میگم هیچ چیزی در پناهندگی ترکیه نداره. شماره 3 اینکه بیای با 200,000 یا $400,000 بیای خونه بخری، منجر به اقامت کیملیکتون نیاز پاسپورتتون بشه. $200,000 کیملیک، $400,000 پاسپورت. و موارد دیگه اینه که یا شما بیای چالش بنزین بگیری یا اجازه کار بگیری که خب خیلی کار سختیه. شما باید آدم حرفه‌ای باشی و کارفرما پیدا کنی، باید آشنا داشته باشی، باید پول خرج کنی تا به اون مرحله برسی. و این مواردی که بهتون گفتم الان شما میتونی به ترکیه مهاجرت کنی، هیچ راه دیگه ای نداره. هر کی چیز دیگه بهتون گفت داره دروغ میگه. پس سعی کنید عاقلانه برخورد کنید و همینجوری الکی ساکتون رو جمع نکنید بیاید ترکیه. ترکیه قبل نیست، هزینه‌هاش 10 برابر شده، سختی موندن اینجا 10 برابر شده و هر چیزی که شما فکر کنید داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. بچه‌ها لایک و کامنت رو بزنید. منتظر ویدیو بعدی من باشید. خدا نگهدار.